هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت با رحم و بعد. حرام بودن همخوابگی با زنی در حیض بوده و کفارت شخصی که با همسرش هنگام حیض نزدیک شد. به شوهر نزدیک شدن با همسر خود در روزهای حیض دیدنش حرام می باشد. طبق گفته الله تبارک و تعالی تو را از حیض زنان میپرسند بگو حیض آزار است، پس در روزهای حیض از زنان دوری جویید و با آنها نزدیک مشوید تا پاک گردند و چون پاک شوند از آن جایی که الله فرمان داده است به آنها نزدیکی کنید. هر آینه الله توبه کنندگان را دوست می‌دارد. سوره بقره آیت 222. و در این مورد یک چند احادیث وارد شده است. اول قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر کی زن حیض دیده را یا از دبر زن نزدیک می شود یا به سوی جادوگر رفته به گفته او باور می کند، هر آینه به آنچه که به محمد نازل شده بود کافر شده است. حدیث دوم از انس رضی الله عنه است که گفت یهودیان چون زن از میان آنها حیض می دید او را از خانه می برآوردند و با آنها یکجا نمی خوردند و نمی نوشیدند و در یک خانه نمی نشستند. سپس رسول اکرم را صلی الله علیه و سلم را از این چیز پرسیدند و الله تعالی این آیت را نازل کرد. تو را از حیض زنان میپرسند بگو حیض آزار است، پس در روزهای حیض از زنان دوری جویید و به آنها نزدیک مشوید. تا آخر این آیت سپس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت با زنان یکجا در یک خانه نشینید و همه فعل را غیر از نکاح انجام دهید. یهودیان گفتند این مرد چرا که از فعل ما نگذشت مگر اینکه ما را در آن خلاف کرد؟ سپس اسید ابن حضیر و عباد ابن بشیر به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده گفتند که یهودیان این چنین و آنچنان میگویند، آیا با زن در وقت حیض نزدیک شویم یا نه؟ سپس چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دگرگون شد، حتی گمان کردیم که به هر دویش غضب کرد. در این حال اسید و عباد در حال از نزد او برآمدند و در مقابل هر دویشان انسان بطوفه‌ای که از شیر تیار بود برآمد و به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرفت. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنبال اسید و عباد شخصی را فرستاد تا هر دویش را برگرداند. سپس وقتی که آنها آمدند هر دویش را با شیر نوشانید. در این حال ما آگاه شدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آنها غضب نکرده است. روایت مسلم و ابو عوانه در صحیحشان. کفارت شخصی که با همسرش هنگام حیض نزدیک شد. هر شخصی را که نفسش به او غالب گشت و با همسر حایضش قبل از آنکه از حیض پاک شود نزدیک شده بود، پس برای او تقریباً با نصف یا چهارک جنیه طلای انگلیسی صدقه کردن واجب است. طبق حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به شخصی که با همسر حایض نزدیک شده بود چنین گفت با 1 دینار یا نصف آن صدقه کند. روایت اصحاب سنن و طبرانی و ابن اعرابی و بیهقی با اسناد صحیح به شرط بخاری. این حدیث را پیش از آن امام احمد نیز قوت داد و او را از روش خود گردانید. ابو داود در کتاب المسائل گفت شنیدم که امام احمد را از مردی که به زن حایض نزدیک می شود پرسیدند. او گفت چه خوش است حدیث عبدالحمید، یعنی همین حدیثی در بالا ذکر شده را در نظر دارد. من گفتم تو با این حدیث عمل میکنی؟ او گفت بله، هر آینه و کفارت می باشد. من گفتم پس به کدام مقدار باید صدقه کرد؟ با 1 دینار یا نصف آن؟ او گفت هر گونه که خواهد. با عمل نمودن این حدیث یک جماعت از گذشتگان نکو نیز بودند. امام شوکانی در کتاب نیل الافطار نامهایش را ذکر نموده او را قوت داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.